دوستان سلام، وقتتون بخیر. با ویدیوی آموزشی نحوه سفارش گذاری در بازار در خدمتتون هستم. برای این کار بایستی روی چارتتون راست کلیک کنید، گزینه تریدینگ و نیو اوردر رو انتخاب کنید. همونطور که در تصویر هم مشخصه میتونید از کلید F9 هم به عنوان میانبرش استفاده کنید. زمانی که پنجره سفارش گذاری باز میشه، یه سری پارامترها رو ما بایستی داخلش قرار بدیم تا سفارش ما جاگذاری بشه در بازار. اولا که کلا دو نوع سفارش اینجا وجود داره. یکی حالت سفارش با قیمت بازار هست که مارکت نوشته شده اینجا، که با همون قیمتی که تو بازار داره خرید و فروش میشه سفارش شما انجام میشه. و زمانی که شما این گزینه رو انتخاب میکنید، حجم رو میتونید انتخاب کنید و حد ضرر و حد سودتون رو مشخص کنید. نوع دیگر سفارش گذاری سفارش در انتظار هستش، پندینگ اوردر. وقتی سفارش در انتظار رو میخوایم انجام بدیم، خودش 6 حالت مختلف داره. یه حالتش خدمت دوستان عزیز عرض کنم که بای لیمیت هست. بای لیمیت یعنی خرید با قیمت تعیین شده پایین تر از قیمت بازار. وقتی شما تصورتون بر این هست که قیمت قراره تا یه جایی بیاد پایین و از اونجا صعود انجام بده، میتونید از این گزینه استفاده کنید. به این صورت که بای لیمیت رو انتخاب میکنیم، حجم معامله رو مشخص میکنیم، قیمتی که میخوایم تو اون معامله انجام بشه رو اینجا وارد میکنیم. به فرض مثال الان قیمت بازار 2800 و تقریبا 15. مثلا ما اگر بخوایم پایین تر بخریم، مثلا میگم 2800 رو انتخاب میکنیم. بعد استاپ لاسمون رو هم مشخص کنیم. استاپ لاس تو این معامله بایستی پایین تر از قیمتی باشه که میخوایم معامله رو باز کنیم. بنابراین مثلا میگم 2780 استاپ لاسمون. حالا اینجا اگر مثلا تو قسمت استاپ لاس عدد بالاتری وارد کنیم، خود نرم افزار اجازه وارد کردن رو به ما نمیده، چون میگه که استاپتون بایستی پایین تر از قیمتتون باشه. بنابراین استاپمون رو هم اینجا وارد میکنیم و تیک پرافیت یا همون حد سودمون رو هم تو قسمت خودش وارد میکنیم که تو این معامله بایستی بالاتر از قیمتی باشه که میخوایم ورود انجام بدیم. گزینه بعدی که اینجا میبینیم تاریخ انقضا هستش. میتونید برای اوردرتون یا سفارشتون تاریخ انقضا بذارید، به این صورت که یه حالتش روی حالت ساعت هست، میگید مثلا تا 2 ساعت 3 ساعت حالا هرچی فعال باشه. یه حالتش روی روز هست، تودی هست، که میتونید بذارید آقا فقط تا آخر امروز این اوردر باشه. این حالت برای زمانی هستش که اگر سفارش شما در هر صورت فعال نشد و قیمت به اونجا نرسید و تحلیلتون درست نبود، سفارشتون اونجا نمونه، یادتون بره پاکش کنید، بعد روز بعد حالا به هر دلیل شرایط بازار تغییر کنه و متضرر بشید. خب گزینه بعدی که وجود داره سل لیمیت هست. نقطه مقابل همون بای لیمیت میشه. فروش با قیمت تعیین شده بالاتر از قیمت بازار. زمانی که شما تحلیلتون بر این هست که قیمت تا یه جایی میتونه بره بالا و دیگه از اون بیشتر افزایش پیدا نمیکنه، میایید سل لیمیت رو انتخاب میکنید و توی اون عددی که فکر میکنید سقف قیمت هستش فروش استقراضی انجام میدین و باز اینجا هم حجم رو بایستی مشخص کنید، قیمت مشخص فروشتون رو مشخص کنید، براش بذارید حد ضرر بذارید و حد سود بذارید و همون گزینه تاریخ انقضا رو اینجا هم دارید. مورد بعدی که باید خدمتتون عرض کنم بای استاپ هستش. بای استاپ زمانی که شما بخواید خرید انجام بدید و قیمت بازار هم انجام نمیدید و قیمت براش مشخص میکنید، خب قاعدتا وقتی شما میخواید خرید انجام بدید زیر قیمت الان بازار خرید میذارید دیگه. حالا یه زمانایی هسته شما در نظر میگیری یه مقاومتی سر راه قیمت هست و قیمت ممکنه بیاد اون مقاومت رو رد کنه و اگر اون رو رد کنه با شتاب قراره ازش بره بالا. اونجا میتونید بیاید بای استاپ بذارید و حجم رو مشخص کنید، یه قیمتی رو مشخص کنید که آقا اگر از این قیمت رفت بالاتر دیگه برای من بخر و اونم دیگه از اون قیمت که بره بالا همون لحظه با قیمت اون لحظه بازار براتون خرید انجام میده
باز اینجا هم استاپ لاس و تیپیتون رو میتونید مشخص کنید و تاریخ انقضا هم بذارید. سل استاپ هم که باز مخالف همون هستش. یه زمانی شما میگی حمایتی سر راه قیمت هست، اگر اون حمایت شکسته بشه دیگه با شتاب قیمت حرکت خودش رو به سمت پایین انجام میده و اینجا هم باز میایید گزینه سل استاپ رو انتخاب میکنید. چون توضیحش مثل قبلی هست دیگه تکرار نمیکنم که ویدیو طولانی نشه. و دو تا گزینه بعدی بای استاپ لیمیت و سل استاپ لیمیت هم مثل همون بای استاپه، با این تفاوت که شما داری میگی آقا مثلا بای استاپ داری میگی آقا یه دونه مقاومت سر راه قیمت هست، این اگر از این مقاومت رفت عبور کرد رفت بالاتر روی این قیمت مشخص برا من بخر. اینجا استاپ لیمیتش رو مشخص میکنید که یهو مثلا از اون قیمت خیلی فاصله نگیره و توی قیمت بالاتری براتون بخره. مثلا حالا $1 $2 بالاتر، حالا یا یه پیپ 2 پیپ بالاتر قیمت رو براتون وارد کنه که اگر خیلی فاصله گرفت و شما نخواستید با فاصله زیاد ورود انجام بدید در واقع اون سفارش هم فعال نشید. و سل استاپ هم مخالف همون بای استاپ لیمیت هستش. نکته دیگه ای که باید خدمتتون عرض کنم، من حالا یه بای لیمیت اینجا میذارم با همین اعدادی که اینجا گذاشتم و حالا یه حجم مثلا 1/100 هم میدم. وقتی شما سفارش رو پلیس میکنید این پایین سفارش شما نمایش داده میشه و به شکل پلیست جاگذاری میشه و منتظر میشه تا قیمت برسه به اون قیمتی که شما مشخص کردید. تا زمانی که این قیمت تاچ نشه معامله شما در واقع فعال نیست، فقط جاگذاری شده و از لحظه ای که قیمت به اون عدد شما برسه، مثلا این معامله بالایی معامله باز من هستش، زمانی که بهش برسه دیگه این گزینه پلیس با یه سری اعداد اینجا جاشو عوض میکنه که این اعداد سود یا ضرر شما رو نشون میده، سود یا ضرری که کسب نشده. و زمانی که شما تیک پرافیت و استاپ لاستون رو اینجا وارد میکنید، اگر با تیک پرافیت معامله بسته بشه یعنی قیمت بیاد به تیپی شما بخوره با سود بسته میشه، اگر با استاپ لاس بخوره که با ضرر بسته میشه. همچنین شما هر زمان که معامله رو باز کردین یا حتی پلیس کردین باز میتونید ویرایشش کنید به این صورت که میتونید 2 بار کلیک کنید روش، باز این پنجره براتون نمایش داده میشه و میتونید اینجا هر عددی رو خواستین تغییر بدین و به محض این که عدد رو تغییر بدین یه گزینه مودیفای میاد که میتونید از طریق مودیفای اون ویرایشتون رو اعمال کنید روی سفارشتون. امیدوارم که سودمند بوده باشه براتون.